روزگار از مهربانی های یاران گل کند، زندگانی از وفای هم جوانان گل کند. هر کجای در نمو باشد نهال دوستی، بیگمان آنجا بهاری روزگاران گل کند. اینک صحبتمان را با یک جفت عائله که با مهر و محبت، احترام طرفین و همدیگر فهمی طول 60 سال باز عمر به سر میبرند. یعنی که بابای انجیر و مامی یا اینکه بی شکرما ادامه میدهیم. مرحمت. صحبت ما عائله درباره عائله و محبت طرفین بود. مرحمت. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. دو دیل اگر یک شود بشکند کورو، پراکندگی آورد. اما انبوه را گفتند، یعنی که در حقیقت با اتفاق زیستن میتوانیم کور را هم چپه کرد. بله بله. در طول همین زندگیمون با همدیگر، با همین بابای انجیر با مهر محبت زندگی کردیم. با یک احترام طرفین بود. یک سخنی ناجو اون طرف نیستد، یک گپی ناجو، یک نگاهی ناجو حتی در بین ما این کس نبود. همینقدر همدیگر رو احترام میکردیم، حرمت میکردیم. بنابراین صاحب 12 فرزند شدیم. شکر شکر شکر. در حقیقت راست میگه با این همین زندگی کردیم با مهر محبت و با همدیگر فهمی. خطمی شکرها خطیم شکرمای اولای ما خطیم زندگی کردیم. بسیار نه زندگی کردیم، خوب زندگی کردیم. خلاصه در همین زندگی یک جویمون خدا را شکر 12 فرزند داشتیم. اینه که با 46 نویره دیگه ما تولد کردیم، تربیت کردیم، خواندیم همشونه. اینه کلانیمون سفره. بسیار بچه خوبه، بسیار به ننگ و ناموس. 20 کلانی فرزند مگوهر نام دارد. اول همین سفره، بعد سروره، بعد جوهره، بعد گوهرم نوره. بعد یا تو بکر من تولد کردم، من نمیدونم. کلان سفره. گوش کمی خودت بابا انجیر مرا کی گفته فیراد میکنی؟ خطا او چای گوهر گفته فیراد میکنم. نه او چای گوهر میکنم. گوهر دختره. نبیرها ما را لطیفه کردن و قول مردم همین انیکدوت. این اکه ما همین نبیره ما در دیگوده گرفت. خطی شکری نازنینی یک زیبا سنم خطی خبرگیری رفتیم. این ترمزای تاکسی سبیل مونده کار نمیکرده. همین شیشتم رفتیم. یکی ترمزاش نخطوید که هر ما قریب رفتیم در دور جریب زدیم. این نبیرامون مورا لطیفه کردن که بابام انجیر نام داره و مامام شکر. هر شکر درم چقری میزدن میشیدن. انا او چی؟ پوید یا با شیریه دومتی. ما خیلی خوب زندگی کردیم. لیکن من در برابر کاری خانه خواهرک شیرین باز کاری روزگار هم میکردم، پخت پز هم میکردم، نگاهبین کودکام هم میکردم. باز در برابر همین کارها با بابای عزیز مهربانی شما بابای انجیر یاردن میکردم. رفتم در کار سهروش یاردن میکردم. بسیار دهقانی خوب است. با بغرض با گو مول داشتیم و یا را نگاه میکردم. خیلی خوب زندگی میکردیم. بنابراین بسیار خسته میشدیم و اول همین جای خوب، خانه خوبی هر دیما جدا بود. تشکر. سلامت باشید. میدونید که من که اصلا روزنامه‌نگار هستم. روزنامه‌نگارا بسیار کنجکاو میشوند و بعضی سوال‌های گوناگون میگیرم. من یک سوال داشتم. میدونید که مردها در بری مرد که چنین یک زنی بسیار مهنت دوست، زنی با وفا، زنی سر تا به پا پر از صداقت و محبت است. بعضی وقت شما
البته بابای انجیر مشتاق سخنهای شما نوازی شما می شدن آنگاه شما چیکار میکردید؟ مقصدتان فهمیدم همین دهانتان کسودیدم در فهمیدم بگو همه سیره بگو اختیار در دست خودت هم قدوسش میدارم کی اگر بابای شکر مثلا قدر مشتاق دیداری مهربانی نوازش های همین زیب و سنم اگر باشد خدمت در نظر دارم همین یک تا نای داشت همون نایش هم میگرفت و همین خانه جای خوی خودش نای نواختن میگرفت نای میگیم تو تکش بگیم همون رو میناخت بعد من همین رقصیده بعد پیش می اومدم و سخنهای شیرینش میگفت من نمیخی راست بگه همین نایه میگرفتم کی تو که می نواختم رقصیده پیش می اومد خونه می درمد البته ما زنها هم نیاز داریم به نوازش در نوبت خود البته یک برای مهر و محبت یک سخنی خوب شنیدن البته ما زنها بیشتر با گوشهایمون دوست می‌داریم یعنی که می‌خوایم بسیارتر شنویم آن وقت این شما اگر یعنی که همین رو خواسته باشید اون وقت چیکار می‌کردید شما مومای شکرمو خودتان اگر خواسته باشید همین رو خیلی گوش کنید من بسیار خودم زنه که چقانی هشار همین با یک نیم نگاه فهمیدم شما اگر نوازش میخواسته باشم مثلا سخنهای شیرین میخواسته باشم خیلی میامدم پیش داری بابای انجیر میگفتم بابای انجیر لبای میگفت در سوالش میکردم که نه وقتی خیلی شکر میکردم بعد اویم میخندید میگفت که نه وقتم راست میگه همه خیلی میگفت نه وقتی میگفت پس من فهمیدم تا امروز نه در بالای سرشون بابای انجیر هر وقتی که شما رو مثلا دیدار شما رو اگر مشتاق شوند یا دیدار شما رو خواسته باشن نهشون رو می نوازن میتا ای کجا نه زدن نبیرم میده راست میده کردن همین نشه همین نبیرم هیچ گپ نیم ما به شما یک نو تقدیم میکنیم و به شما تنی صحت خوشبختی باز هم دیگر فهمی تمنا میکنیم سلامت و آرزو میکنم چنین عائله ها بیشتر شوند و به شما باز یک بار دیگر خوش آمدید میگویم و تا برنامه های دیگر همیشه با ما باشید سلامت باشید عزیزانم